بچه ها، به یکی دیگه از ویدیوهای ما خوش اومدین. این ویدیو با تمام ویدیوهایی که من تا به حال گرفتم خیلی فرق میکنه. ویدیوی یک قسمت به یک قسمت از یک قسمت به یک قسمته. یعنی ما فردا صبح ساعت 8 جمعه 1404 قراره حرکت کنیم بریم به سوی کاشان. خلاصه قراره بریم به سوی کاشون و ولاگ رفتن به کاشان رو قراره بگیرم و اون دومین شهری که گفتم و انشالله تو قسمت های بعدی میبینید و میفهمید. خب بچه ها، امروز پنجشنبه است، همونطور که میبینید شب چی دیده نمیشه. شبهای تهران میگن اینه. و پنجره رو ببندیم و وسایل رو هنوز جمع نکردیم. قراره چمدون رو جمع کنیم، بریم حموم، بخوابیم. انشالله صبح ساعت 8 یا 9 بلند شیم، حرکت کنیم بریم به سوی کاشان. من بعد تورا یه دونه این تابم رو برمیدارم بپوشم با این شلوارکش. در راه خدا تورا اینا رو میپوشم، اینجوری میشه. اینا رو هم تا کردیم گذاشتیم، اینو بذارم روش. اینا رو که تورا میپوشم. دونه لباس خونگی برداشتم. خب من یه دونه این تیشرتمو برمیدارم، چون این تیشرتم خیلی خوبه. اینجا تیشرت فقط این خوبه، یه کارم واکنم یه طرح ساده داره که با اینو با دامنم قرار بپوشم. برای این یه کیفم برداشتم، ستش اینجوری ترکیبی خوب میشه. کمدم این تیشرت رو برمیدارم که به شلوار ست شه. این شلوارشه، این دامنم با این تیشرت صورتی قرار ست کنم و برای این ترکیب سیاه این کیفمو میذارم. شلوار لی و کت لیمو برمیدارم. یه جوراب، دو جوراب، سه جوراب. چادرم من برمیدارم که یه شهر بعدی یه جای زیارتگاهیه. شما اینو دیگه باید تو کامنت ها برای من بنویسید که کجا دارم میرم که چادر برمیدارم. وسایلمو گذاشتم، یه چادر، یه ست سیاه با کیفش، یه ست بیرون میپوشم. اینو حساب نمی کنیم چون اینو بیرون میپوشم، کنار میذاریم. یه دست لباس خواب، یه ست صورتی و دامن و کیفش. این چیه؟ این کتلی، شلوالی، 3 تا جوراب، پک لوازم آرایشی، چادرم که